دوستان امروزه مدیریت پروژه تغییرات زیادی داشته و مهارت‌های فراوانی هستش که جزو مهارت‌های لازم یک مدیر پروژه امروزی میدونن. توی این ویدیو میخوام همه مهارت‌هایی که یک مدیر پروژه نوین یا امروزی باید داشته باشه رو توی 5 گروه بهت بگم. اولین گروه مهارت‌های اصلی مدیریت پروژه هستش. این مهارت‌ها شامل مهارت‌های سخت مدیریت پروژه و رویکردهای چابک هستش. یه مدیر پروژه خوب باید بتونه از ابزارها و تکنیک‌های موجود برای توجیه کسب و کاری پروژه، تعریف محدوده پروژه با مشارکت ذی‌نفعان پروژه و تهیه یک برنامه دقیق و متناسب با محیط پروژه استفاده بکنه. دومین گروه مهارت‌های فنی حوزه تخصصیه. این شایستگی‌ها به مدیر پروژه در بین تیم و ذی‌نفعان پروژه اعتبار میده. مدیر پروژه کمک میکنه که درک حداقلی از جنبه‌های فنی مهم پروژه داشته باشه. این مهارت بهش کمک میکنه که بتونه با ادبیات افراد فنی تیم با اونا صحبت کنه و حتی سطح کمی از این مهارت هم برای به چالش کشیدن تیم کافیه. سومین گروه از مهارت‌ها شم استراتژیکه برای مدیر پروژه. مدیر پروژه باید درک مناسبی از محیطی که پروژهش قرار داخلش اجرا بشه داشته باشه، مثلا از کسب و کار، چشمانداز، استراتژی‌ها، محصولات، خدمات، رقبا، چالش‌های اصلی اون و اهدافی که کسب و کار دنبال میکنه حتما باید اطلاع داشته باشه. توانایی برقراری ارتباط بین نتایج پروژه با اهداف، اولویت‌ها و چالش‌های کسب و کار به منظور موفقیت پروژه بسیار ضروری هست. این موضوع ضروریه چون قالب ذی‌نفعان پروژه خصوصا مدیریت ارشد وقتی این ارتباط برقرار باشه پشتیبانی بهتری از پروژه خواهند داشت. مهارت‌های رهبری امروز خیلی مهم شدن و چهارمین دستمون هم همین مهارت‌های رهبری تشکیل میدن. سرعت بالای تغییرات، پیچیدگی بیشتر پروژه‌ها، فرهنگ‌ها و نسل‌های متفاوتی که دارن با هم دیگه کار میکنن، همه اینها باعث این شده که اجرای پروژه‌ها نسبت به قبل سخت‌تر باشه. شاید سابقا مهارت‌های مدیریتی برای پروژه‌ها کافی و راه‌انداز بود، اما امروزه مدیریت پروژه باید به سمت رهبری پروژه تکامل پیدا کنه. پنجمین و آخرین دسته هم مهارت‌های اخلاق حرفه‌ای هستش. انتظار از مدیران پروژه حرفه‌ای اینه که اخلاقیات و ارزش‌های فردی قوی داشته باشن. رهبری یک رابطه بین افراده و اینکه بتونید از نظر اخلاقی دیگران رو تحت تاثیر قرار بدید، یکی از اهداف اصلی رهبران موثر هست. دنیای امروزی داره به سمتی میره که ربات‌ها و هوش مصنوعی بیشتر کارهای روتین و روزمره رو انجام میدن. اما بسیاری از کارهای تخصصی همچنان توسط انسان‌ها انجام خواهد شد. نیاز داریم که مهارت‌هایی که گفتم رو توسعه بدیم و مخصوصاً رهبری رو خیلی جدی بگیریم تا بتونیم توی این دنیای پروژه محور موفق‌تر عمل کنیم.